ترجمه ماموریت های ریال پاس 17. سلام و جور بخیر بچه ها. امروز باز آمدیم با یک ویدیو دیگر در خدمت شما حاضر شدیم. خب امروز ترجمه های ماموریت های ریال پاس 17 را داریم با خود. خب اگر لایک و سابسکرایب کردین بریم طرف ماموریت ها. خب ماموریت اولش گفته که شما باید یک از زیره های 3 را بردارین و وین بگیرین. ماموریت دومش گفته که 20 تا بانداج استفاده کنین و ماموریت سومش گفته که شما باید 2000 متر رانندگی کنین. ماموریت دیگهش گفته که 60 دقیقه در داخل بازی باشین، در داخل میدان ها، اونجا که باید شما فایت بتین یا مبارزه داشته باشین. در طول هفتم پره میشه. خب بچه ها میشن بعدیش خودم هم نفهمیدم که همه چی هست. اگر شما فهمیدین در کامنت ها بگین که با هم پیش ببریم. خب میشن بعدیش گفته که 5 با 5 میدان کلاسیک قداسایتان پیش ببرین. This boy is beautiful. دا هلک شایسته دی. ګوره دا beautiful چې سو دا د دې دپاره صفت سو. ماموریت بعدیش گفته باید شما 3 بار فلرگان بردارین. ماموریت بعدیش گفته که باید سایتان 10 بار لایک بدهید. این ماموریتش گفته که شما باید در داخل ایونت جدید بازی کنین که به طور خودکار خودش پره میشه. ماموریت بعدیش گفته که شما باید در هفته 3 روز داخل اکاونتتان شوین. خبر نمیشه از پیشانی تگ ماچ میگیرم که یک کار امرای ما کردی که بسیار از پیشت خوش هستم. خب ماموریت بعدیش گفته که شما باید داخل 5 تا خانه برین و 5 تا خانه را ببینین. یا ماموریت بعدیش گفته که شما باید 1 تا چکن رایگان به دوستتان ارسال کنین. ماموریت بعدیش گفته که 1 تا کار 98 باید شما در میدان های کلاسیک بردارین. میشن آخرش گفته که شما باید در مپ رندو در منطقه استادیوم لند کنین